چه پیامی برای رئیس اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا داریم؟ ما برای دولت اسرائیل هیچ پیامی نداریم، چون ما با اونها هیچ حرفی نداریم. ما اصلا اونها رو به رسمیت نمیشناسیم. اونها دزدند، اسم یهودیت رو به سرقت بردن. اونها هویت یهودی رو دزدیدن و ما هیچ حرفی با اونا نداریم. به خاطر اینکه ما شهروند آمریکا هستیم، با احترام با رئیس جمهور صحبت میکنیم و ازش خواهش میکنیم بفهمه دولت اسرائیل نامشروعه و باید به امید خدا در صلح کامل و هر چه سریعتر از بین بره. و ازشون میخوام که بفهمن جمهوری اسلامی ایران از یهودیا محافظت میکنه و اون